با درود دوستان، بازم امیر هستم ناینی. رسیدیم به ورودی غار اژدها. این ورودی یه زمانی پلم بوده، پلم گنج، و یه زمانی هم باز شده و اموالش رو به تاراج بردن. وارد این فال که بشیم چند تا ورودی داره که مشاهده میکنیم. حالت ورودیاش گربه روه. یه دونه این پایین داره، یه دونه اون بالا و یه دونه هم اون بالا که اینا همش ورودیه. البته ورودیه که این قسمت شما میبینید ورودی 2 متر سینه‌خیز گربه رو داره. بعد اتاق میشه، بعد اتاق دوباره یه گربه رو و یه اتاق دیگه که قبلا تو اینجا زندگی میکردن و میزیستن و تمدن اینجا برمیگرده به بالای حداقل 5000 سال قبل. و این غار اسمش از غار اژدها. بچه‌ها چنل یوتیوب ما رو دنبال کنید. دوستتون دارم. امیر ناینی.